السلام علیکم رحمت الله و برکاته برادران اهل اسلام. من یک زن هستم. درد دل خود از جمهوری تاجیکستان میرسانم به وصال حق و از تمام درد دل زنهای تاجیکستان و مردهای تاجیکستان و مظلومان تاجیکستان. ما مظلوم هستیم. در جمهوری ما نه عدالت نه قانون نه دموکراسی وجود دارد. از سر ما زنان تاجیکستان سطر را میکشن و از شوهرای ما ریش را میگیرن. به طرز مجبوری درای مسجد ما را میبندن و کودکای ما را نمیمونن که تا 18 ساله به مسجد روند. راه حج مردان ما را بستن تا سن 35 ساله. ما مظلوم هستیم. ما دست دراز میکنیم که به دست دراز کرده ما کمک کنه. و زنهای تاجیک را میبرن و زینا میکنن و بعضشون را در دوری کانالای آب میکشن. در این خلجا یگان کس نمیخیزه از خلق تاجیک دفاع کنن. یگان کس نمیخیزه از زنهای تاجیک دفاع کنه. در جمهوری ما عدالت وجود نداره. دختر 19 ساله را بردن و طوری دروغ از مدوچیرش بردن، در کالا مواد مخدر دادن و او را بردن در ناموس از رسیدن و به پلیس مراجعت کردن. و آدم 2 دله داشت در پلیس، او را برای دلهاش برده جزا ندادن. 3 دلش ایچی که در ناموس دختر تاجیک رسید ای را برده. داور ای را دیده در تاجیکستان ما قانون وجود نداره، داور وجود داره. داور ما زنهای تاجیک میگم که چی گپ چی خبر در این باره پرزیدنت ما میشود. این حقیقت داره، این هسته. اوایی که میبراین میگن حقیقت نداره و یخشو پارخر این قانونا را ویران میکردگی آدم ها هستن که میبرن قانون کردگی خشون با دفاع میکنن. و گفتن که او را به ملیسا دادن و دختر گفتن که و دلار سخت کده. گفتن که تو شاهد نداری. در وقت تجاوزی و کی شاهد میشه و خدا بزنه شما را الهی نه. در وقت تجاوزی و کی شاهد میشه و برده و دار داده تجاوز کرده. ما به همین وصال حق گفتنی هستم که بداد ما مظلومان خلق تاجیک بخیزه نجاتانو خیز. بداد ما مظلومان بیرسه. و در برنامه همین تلویزیونی تاجیکستان یک شعار دارم: تاجیکستان ما از تو ثروت نمیخواهیم، وطن هستی بس است، با خس خارت برابر زندگی کردن بس است. خلق تاجیک همه خور خس زندگی داره. این سرورایی که در تاجیکستان شدگن با همه سرورای تاجیکستان زندگی دارن. ایایی که در همه سری دولت شدگن با همه سرورای تاجیکستان زندگی دارن. یک ذره نمیمونن که از سروری همه تاجیکستان همه خلق تاجیک بگیره زندگی کنن. خلق تاجیک برق نداره، آب نداره. در تاجیکستان ما سال 2003 سال آبی تازه اعلام کردگی شده است. ما میریم با خر با عربه از دیگر قشلوقا ایدوری کوبت ها آب میگیریم و میاریم استفاده میبریم. ما در زمستان با تپک علاو میکنیم. ما سویت نمیبینیم. خانه تان بسوز ظالما، خانه تان بسوز امام علی قطعی همه اولاد، خانه بسوز قطعی خانونای برآوردگی، خانه بسوز قطعی همه ناعدالتی.